این پرونده از شاهد خاموش تقدیم میشه به نیان جبرائیل پور، رومینا اشرفی، ستایش قریشی، آریان گلشنی و همه قربانی‌های کودک آزاری در ایران. تو این ویدیو قراره پرونده‌های مختلف از کودک آزاری در ایران و سایر نقاط دنیا رو با هم دیگه بررسی کنیم. بنابراین اگر روحیه حساسی دارید، لطفاً ادامه ویدیو رو نبینید. پنجشنبه 27 دی یه خبری پخش میشه که گویا یه دختر 6 ساله توی بوکان به خاطر شکنجه‌هایی که از طرف پدر و نامادری شده متاسفانه جونش رو از دست داده. اونجایی که من تحقیق کردم، پدر این بچه که اسمش کیوان بوده از مدت‌ها قبل تقریباً 3.5 سال قبل با مادرش مشکل داشته. فرزانه رحمانی مادر نیان توی خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود که شوهرش بارها درخواست طلاق داده و گفته میخوام ازت جدا بشم. اما فرزانه به خاطر اینکه نمیخواست نیان بچه طلاق باشه و مهر مادری رو حس نکنه قبول نکرده بود. این موضوع باعث شده بود تا فرزانه برگرده پیش مادر خودش زندگی بکنه و کیوان هم نیان رو پیش خودش نگه داره. از اونجایی که کیوان سابقه اعتیاد داشته و قبلا هم فرزانه رو بارها مورد ضرب و شتم قرار داده بود، فرزانه میره دادگاه شکایت میکنه و میگه کیوان نمیذاره من بچه‌مو ببینم و از طریق دادگاه حکم جلب کیوان رو میگیره. در تمام 3.5 سال گذشته فرزانه نتونسته بود دخترش رو ببینه. یه مدت بچه رو مهد کودک میبردن، فرزانه هم میرفت دم مهد کودک و از دور نیان رو تماشا میکرد. اما بعدها دیگه مهد کودک هم نمیبردنش و هیچ راهی برای دیدنش نداشت. میره اداره پلیس، میره آگاهی و میگه که آقا من حکم جلب شوهرم رو دارم، بیاید با هم دیگه بریم اینو دستگیر کنیم. متاسفانه آگاهی همکاری نمیکنه و مأمور بهش نمیدن. چیزی که فرزانه گفته اینه که توی آگاهی بهش میگن که خانم خودت برو شوهرت رو پیدا کن، وقتی رسیدی اونجا و شوهر رو پیدا کردی زنگ بزن به ما اون موقع میایم جلبش میکنیم. هرچی فرزانه التماس میکنه، گریه میکنه، خواهر فرزانه که میشه خاله نیان در واقع گریه میکنن، التماس میکنن که آقا این آدم، این کیوان مدام داره فرار میکنه، ما اصلا نمیدونیم کجای، یه ماه اینجا، 2 ماه یه جای دیگه است، دسترسی بهش نداریم، این حکم قاضیه، این حکم دادگاه، شما برید پیداش کنید، بچه ما رو ازش بگیرید. متاسفانه پلیس همکاری نمیکنه و این التماسا راه به جایی نمیبره. از اون طرف پدر نیان 1 سال گذشته رو داره با یه خانم دیگه توی خونه خودشون زندگی میکنه. این خانم یه سری از خبرگزاری‌ها گفتن همسر صیغه‌ای کیوان بوده، یه سری دیگه گفتن نه همینجوری با هم رابطه داشتن. حالا ما کار به اونش نداریم، اینکه این وسط چه نسبتی بوده واقعا دردی از ما دعوا نمی‌کنه. اما بریم به 27 دی و ببینیم اون روز چه اتفاقی میفته. اول پدر نیان بچه رو که به شدت حالش بد بوده پیش دکتر میبره. اونجا به دکتر میگه که دخترم اشتباهی قرص خورده و حالش بد شده، لطفاً کمکش کنید. دکتر وقتی نیان رو با اون شرایطی که داشته میبینه خیلی شک میکنه و میگه که نه این بچه کارش از قرص گذشته، اینو حتما باید بیمارستان، چیزی نیست که من تو مطب بتونم رفعش کنم. پدره به همراه 2 تا خانم دیگه بچه رو میبرن بیمارستان. اونجا توی بیمارستان بچه رو میذارن و خودشون میرن. اون چیزی که من خوندم توی رسانه‌های مختلف، حتی پزشکا هم دهنشون باز مونده بود از بلاهایی که سر این بچه آورده بودن. از اون طرف خب اینا همه توی بوکان زندگی میکردن و فرزانه مادر این بچه تو بوکان نبوده. همسایه‌های کیوان وقتی که میبینن این آدم بچه رو زده زیر بغلش با استرس به همراه 2 تا همخونه‌هاش داره از خونه میره بیرون، زنگ میزنن به خاله نیان یعنی خواهر فرزانه و بهش اطلاع میدن، یعنی بچه حالش بد شده احتمالاً. فرزانه که بوکان نبوده ولی خاله بوکان بوده، مستقیما خودش رو میرسونه بیمارستان و اونجا بچه رو پیدا میکنه. من اینجا رو از زبون خاله میگم، میگه که وقتی که رسیدم بالای سر نیان احساس میکردم من این بچه رو نمیشناسم. تمام بدن بچه متورم و کبود بود. موهای بچه کوتاه بلند بود، انگار که یه نفر با ماشین مثلا موها رو کوتاه کرده باشه و بعد حالا خودشون شروع کرده باشن رشد کردن. ناخن‌های بچه انگار که کشیده شده بودن. تمام بدنش جای قاشق، جای داغ قاشق بود و یه جاهای انقدر این داغ عمیق شده بود که گوشت تن بچه رو سوزونده بود و یه جاهای گوشت تن بچه رو کنده بود. حالا همچین وضعیتی رو دیده، به مادر نیان خبر داده بیاد. تو همین بازه زمانی، تو همین هول و هوش، پدر نیان با اون 2 تا خانم دوباره میان بیمارستان. پزشکا و پرستارایی که توی بیمارستان بودن با توجه به وضعیت نیان به پلیس خبر داده بودن و وقتی پدر اون 2 تا خانم دوباره برمیگردن پلیس میریزه و دستگیرشون میکنه. اون 2 تا خانم فرار میکنن و پدر نیان گوشی موبایلش رو پرت میکنه سمت خانم‌ها. پدر تو همون لحظه توی بیمارستان دستگیر میشه و 2 تا خانم هم بعداً دستگیر میشن. تا 10 بهمن که من دارم با شما صحبت میکنم هنوز مشخص نیست توی اون گوشی لعنتی چی بوده که پدر حاضر بود خودش دستگیر بشه ولی گوشیش دست پلیس نیفته. پزشکایی که نیان رو بررسی کرده بودن گفتن که توی معده‌اش 28 قرص خواب‌آور بوده.
تمام بدنش با آب جوش سوزونده شده بود و بیشتر این حجم آب جوش روی ناحیه تناسلیش ریخته بود. چون اینقدر به این بچه 6 ساله تجاوز شده بود که رحمش به خونریزی افتاده بود. 2 کلیه‌اش از کار افتاده بود و تقریبا داشت برای زنده موندن می‌جنگید. جنگی که متاسفانه نیان توش پیروز نبود و به خاطر شدت ضربات و خونریزی ناشی از تجاوزهایی که بهش شده بود، متاسفانه این بچه فوت میشه. بعد از فوت شدن این بچه، پلیس میاد و از پدر و اون 2 خانم که بازجویی درست و حسابی میکنه. امیدوارم اینقدر کتکشون زده باشن که حتی یه استخوان سالم هم تو بدنشون نباشه. بعد از بازجویی مشخص میشه که برادر خانم که یه پسر 19 ساله بوده و توی مطبوعات با اسم اختصاری الف خ اسمشو معرفی کردن، این آدم کسی بوده که به نیان تجاوز کرده و پلیس خوشبختانه میتونه این مرد رو هم دستگیر کنه. طبق گفته بازپرس پرونده، پدر نیان از اتفاقاتی که برای بچه‌ش افتاده بیخبر بوده. منتها من نمیتونم اینو بپذیرم. باشه پدر، تو بیخبر بودی، نمیدونستی به بچه‌ت تجاوز شده. وضعیت سر و صورتشو که میدیدی، موهای تراشیده شده و کوتاه بلندشو که میدیدی، کبودی‌هاشو که میدیدی. مهد کودک که خودت نذاشتی بره. مگه میشه تو خبر نداشته باشی چه بلایی سر بچه‌ت اومده؟ من نمیتونم یه همچین چیزی رو بپذیرم و امیدوارم در روزهای آینده مشخص بشه که این پرونده دقیقاً چه بلایی سر نیان اومده. تا اینجا این پرونده رو داشته باشیم. میخوایم بریم با هم دیگه پرونده‌های کودک آزاری در دنیا و حتی در ایران رو بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی براشون افتاده. منتها احتمال داره ویدیو یه مقداری طولانی بشه. بنابراین اگر که احساس کردین که طاقت شنیدن همه پرونده رو ندارین، ازتون خواهش میکنم ویدیو رو رد کنید و 1/3 پایانی ویدیو رو حتما ببینید. اصل صحبت این ویدیو و تنها دلیلی که این ویدیو گرفته شده در واقع اون 1/3 آخره. ولی نیاز بود که من یه سری توضیحات رو قبلش بدم، یه سری زمینه سازی انجام بدم تا بتونیم صحبت ها رو بهتر منتقل کنیم. بنابراین ازتون خواهش میکنم 1/3 پایانی رو حتما نگاه کنید. اولین مورد کودک آزاری ثبت شده در آمریکا مربوط به یک بچه است به اسم مری الن ویلسون. بعد از اینکه پدر و مادر مری فوت میکنن، اونو میفرستنش پرورشگاه. بعد از یه مدت خانواده مک‌کورمک میان و مری رو به فرزندی قبول میکنن. اما 1-2 سال که میگذره، پدر خانواده یعنی آقای مک‌کورمک میمیره و همسرش که اسم اونم ماری بوده با یک نفر دیگه ازدواج میکنه. بعد از یه مدت مادرخوانده مری و ناپدری جدیدش شروع میکنن به آزار و اذیت این بچه. تمام بدن مری با شلاق، چاقو و حتی قیچی آسیب دیده بود و زخمی شده بود. لباس گرم نداشت و توی زمستون هم بدون کفش میومد بیرون. و همین قضیه که بدون کفش توی خیابون داشت راه میرفت، یکی از همسایه‌ها رو مشکوک میکنه. اون همسایه اول میره سراغ پرورشگاه، میره سراغ کلیسا، میره سراغ شهرداری و به همشون اطلاع میده. میگه که یه همچین شرایطی برای بچه این خانواده پیش اومده. منتها هیچ کس دقت نمیکنه به این قضیه و همین میگن که نه این پیش خانواده‌شه، خانواده اوکی هم بذارید زندگیشو کنه با این حرفا. اون همسایه که حس انسانیت زیادی داشته و احساس می‌کرده مری در خطره، میره سراغ هنری برگ. هنری برگ فعال حقوق حیوانات بوده و اصلا خیلی درگیر انسان‌ها نبوده. ولی میره پیش اون و باهاش صحبت میکنه و میگه که مری توی همچین وضعیت افتضاحیه، خواهش میکنم کمکش کن. هنری میره شکایت میکنه و مری رو از دست خانواده مک‌کورمک میکشه بیرون. این یه تیکه رو گوش کنید. روزی که مری وارد دادگاه میشه، حتی قاضی هم به گریه میفته. وقتی شرایط مری رو میبینه، قاضی هم گریه میکنه. اینقدر که این بچه نحیف و تکیده بود. اونجوری که من خوندم پوست بدنش به دنده‌هاش چسبیده بود و شما وقتی نگاه می‌کردید دنده‌هاشو میتونستی بشمری. پرونده مری در نهایت باعث میشه اولین آژانس رسمی و قانونی حمایت از کودکان تأسیس بشه. وظیفه این آژانس این بود که وضعیت کودکان بدسرپرست رو دنبال کنه و در صورت نیاز بهشون کمک کنه. پس آزار کودکی به اسم مری الن ویلسون باعث تشکیل اولین آژانس حمایت از کودکان در آمریکا شد. پرونده بعدی مربوط میشه به بریتانیا. در سال 1973 جنازه یه بچه به اسم ماریا آنکوول پیدا میشه. این بچه رو بعد از اینکه به دنیا اومده بود، خانواده‌اش داده بودن پرورشگاه. منتها بعد از چند وقت، تقریبا 6 سال، مادرش برمیگرده و میگه که من بچه‌مو میخوام ببرمش. خود ماریا و تمام افرادی که توی پرورشگاه بودن خیلی مقاومت کردن که ماریا رو به مادرش ندن. چون میگفتن این مادری که یک بار بچه رو توی نوزادی ول کرده احتمالاً صلاحیت نداره. اما خب مادر به شدت پیگیر بود و اجازه این قضیه رو نمیده و از دادگاه حکم قانونی میگیره و بچه رو به خودش میبره. تو همین زمان که مادر درگیر دادگاه بود، با یه مردی به اسم ویلیام کیپل آشنا میشه و باش ازدواج میکنه. از لحظه‌ای که ماریا وارد خونه پدر و مادر جدیدش میشه تا روزی که میمیره 15 ماه طول میکشه.
15 ماه شکنجه، زجر و عذاب. به ماریا غذا نمیدادن و حتی بارها همسایه‌ها ماریا رو دیده بودن که توی سطل زباله‌ها داشته دنبال غذا میگشته. ویلیام خودش از ازدواج قبلیش چند تا بچه داشت که اون بچه‌ها رو مثلا میآورد توی خونه خودشون دیگه، بر اون بستنی می‌خرید، بعد به ماریا میگفت تو باید نگاه کنی، حق نداری بخوری. ویلیام یه دائم الخمر بود که سرگرمیش این بود وقتی از بیرون مست میاد خونه شروع کنه ماریا رو بزنه. و بارها و بارها مادر ماریا کمکش کرده بود. کمک به این معنا که نه که بره ماریا رو بزنه ها، نه، ولی مثلا ماریا می‌خواسته بره قایم بشه نمیذاشته، میرفته میآوردتش میاد ویلیام بزنتش. در نهایت یه شب وقتی ویلیام مثل همیشه مست میاد خونه، میره سراغ ماریا و اینقدر میزندش که حتی استخون جمجمه این بچه رو هم شکونده بود و ماریا بر اثر شدت ضربات میمیره. مرگ ماریا سر و صدای خیلی زیادی توی جامعه بریتانیا درست میکنه و یه تحقیق خیلی درست و حسابی و بزرگ در رابطه با اینکه چرا ماریا مرد انجام میدن. اما چیزی که بیشتر از همه نظر منو جلب کرد اتفاقاتیه که بعد از این قضیه میفته. نکته دردناک در رابطه با ماریا این بوده که وقتی که ماریا رو کتک میزدن همسایه‌ها باز هم اطلاع میدن، اما مددکارهای پرورشگاه و آدم‌های مختلف خیلی دقت نمی‌کردن. دلیل عمده‌ش هم این بوده که مثلا اون زمان این شکلی فکر می‌کردن که بچه پیش خانواده‌اش جاش امن‌تره دیگه. مثلا ما که میگیم که چه می‌دونم فلانی فامیلمونه، گوشتمون هم بخوره، استخونمون رو دور نمیریزه، اونا هم احتمالاً یه همچین دیدی داشتن. و حالا نتایج مرگ ماریا رو این قضیه هم خیلی تاثیر گذاشت. تو مرحله اول دولت اون زمان میاد یه سری کمیته رو درست میکنه تو شهرهای مختلف و میگه شما باید کودکان بد سرپرست رو شناسایی کنید و اونا رو ثبتشون کنید تا ما بتونیم ترک کنیم و ببینیم که مثلا فلان کودکی که بد سرپرست بوده و ما فهمیدیم آیا لازمه از سرپرستش بگیریمش یا نه، اگر لازم نیست آیا مثلا نیاز داره که ما مدام بریم بررسیش کنیم، مدام چکش کنیم. تو مرحله دوم شروع کردن آگاه سازی مردم، به سری کنفرانس و اینجور چیزا هم گذاشتن. و در مرحله سوم اومدن تمام مددکارهای اجتماعی که با کودکان سر و کار دارن و مجدد آموزش دادن و بهشون نکات مختلفی گوشزد کردن. مثلا اگر همون ابتدا زمانی که ماریا توی 6 سالگیش میگفت من نمیخوام برم پیش مامانم، من دوست ندارم برم پیش مامانم، همون لحظه به این قضیه گوش میکردن، شاید اصلا اتفاق به این وضعیت نمیافتاد. چون مادر ماریا که یهو نمیاد بگه ماریا رو بدین به من، که از قبلش یه مدت شروع کرده بود باش رفت و آمد میکرد، میبردش میآوردش و بعد گفت من بچه‌مو میخوام. و خب اگر که اون پرستارها، اگر که اون مددکارها همون لحظه‌ای که ماریا گفت من نمیخوام برم پایین یه ذره بیشتر به حرفش دقت میکردن، شاید ماریا با اون وضعیت افتضاح نمیمرد. 50 سال بعد از پرونده ماریا یه پرونده دیگه دوباره بریتانیا رو به لرزه در میاره. این بار داستان مرگ یه بچه 8 ساله به اسم ویکتوریا آجو کلایمبه. ویکتوریا به همراه عمش و دوست پسر عمش زندگی میکرد و اینا اصالتا اهل ساحل آج بودن و حالا اومده بودن توی بریتانیا ساکن شده بودن. تا قبل از اینکه عمه با دوست پسرش آشنا بشه زندگی ویکتوریا خوب بود، اما بعد از آشناییشون ویکتوریا نابود شد. عمه و دوست پسر ویکتوریا رو توی یه حموم کوچولو نگه می‌داشتن. ویکتوریا جایی برای دستشویی کردن نداشت و توی یه سطل که توی همون حموم بود دستشویی میکرد. خیلی وقتا غذایی برای خوردن نداشت و بهش غذای سگ میدادن. یکی از سرگرمیاشون این بود که استخون پرت کنن و ویکتوریا رو مجبور کنن با دهن بره استخون رو بگیره. بدن ویکتوریا رو بارها و بارها با آب جوش سوزونده بودن. یکی دیگه از کارهایی که انجام میدادن این بود که دست و پای ویکتوریا رو میبستن و اون رو از سقف آویزون میکردن و ساعتها میذاشتن به همون وضعیت بمونه. ممکن بود 24 ساعت این شرایط طول بکشه. نکته دردناک اینه که بارها و بارها افراد مختلف، همسایه‌ها، نمیدونم هر کسی در رابطه با شرایط ویکتوریا اطلاع رسانی کرده بودن. به انجیوها گفته بودن، به کلیسا گفته بودن، به پلیس گفته بودن. منتها توی این انجیوها بیشتر افرادی که کار میکردن سیاه‌پوست بودن. ویکتوریا و عمه‌ش هم سیاه‌پوست بودن و اینا یه جورایی انگار هوای عمه رو داشتن. از اون طرف پلیس سفیدپوست یا حالا پلیس‌های دیگه، نمیدونم، حالا در مورد رنگشون نمیخوام صحبت کنم، بحثو نمیخوام نژاد پرستی کنم. ولی پلیس‌ها وقتی می‌خواستن وارد بشن، اول اینکه ویکتوریا به زبان انگلیسی بلد نبود صحبت کنه، فقط به زبان ساحل آج بلد بود صحبت کنه و نمیتونست حرف بزنه. اونا هم از ترس اینکه محکوم به نژاد پرستی نشن که توی پرونده دارن مثلا جانبداری میکنن یا میخوان یک زوج سیاه‌پوست رو فرضاً متهم کنن، خیلی وارد قضیه نمیشدن. بعد از مرگ ویکتوریا مشخص میشه که حداقل 12 مورد وجود داشته که پلیس، انجیوها، کلیسا یا هر کس دیگه میتونسته جون ویکتوریا رو نجات بده، اما به دلایل مختلف این کار انجام ندادن. دادگاه یکی از بهترین احکام در رابطه با کودک آزاری رو اینجا میده. عمه و دوست پسرش که به طور کامل به حبس ابد بدون درخواست عفو محکوم میشن و میرن زندان.
تمام مددکارها، پزشکها، پلیس، حتی مدیر مدرسه ویکتوریا، همه اینا محکوم میشن. مثلا به مدیر مدرسه گفته بودن تو مگه نمیدیدی ویکتوریا نمیاد مدرسه، برای چی اطلاع رسانی نکردی؟ و خب حرفی نداشت بزنن. همه رو بلا استثنا محکوم میکنن. بعضیاشون زندانی میشن، بعضیاشون محکوم از کار میشن. دیگه بنا به جرمی که انجام دادن محکومیت متفاوت داشتن، ولی خب هر کسی که توی این قتل به نحوی مستقیم و غیر مستقیم دخیل بود قطعا سزای کارش رو دید. اما نکته مهمتر اینجاست. بعد از این داستان یک سازمانی تشکیل میشه به اسم Every Child Matters. این سازمان وظیفه‌ش این بوده که از همه کودکان تا سن 19 سال و از همه معلول‌ها تا سن 90 سال حمایت کنه. این قانون به طور کلی چند تا بند مختلف داره، ولی خب مثلا ساده ترش اینه که همه این افراد، یعنی از نوزادی که تازه متولد میشه تا 19 سال و معلول تا 90 سال باید توی یک فضای ایمن و سیف زندگی کنن، دسترسی به آب سالم، غذای سالم، پوشاک مناسب داشته باشن، بتونن تحصیل کنن، باید سلامت جسمی و روحیشون تامین بشه و حالا شرایطی مثل این. خب این سازمان که تشکیل میشه میان یک پایگاه داده هم تشکیل میدن از تمام کودکان بدسرپرست تو تمام دنیا. از زمان ماریا تا زمان ویکتوریا این داستان‌ها بیشتر کمیته‌های محلی بود و توی محله‌ها بیشتر مثلا انجام می‌شد. منتها وقتی دیدن که کمیته محلی کارساز نیست، اومدن یه پایگاه داده در سطح کشور درست کردن و اینجوری شروع کردن ترک کردن. برای مثال الان اگر فرضاً یک کودک بریتانیایی توی محله ایکس دچار یه مشکلی بشه و توی اون سایت ثبت بشه، یه نفر دیگه توی محله دیگه میتونه پیگیری کنه. و حتی یه نفر دیگه توی محله دیگه وقتی بفهمه یه بچه مثلا توی فلان نقطه مشکل داره میتونه ثبتش بکنه و اینجوری پیگیری کردن و چون بیشتر در ملأ عامه و بیشتر آدم‌ها میبیننش مجبورن جدی‌تر باش برخورد کنن. یکی دیگه از کارهایی که بعد از مرگ ویکتوریا انجام دادن ایجاد یه دفتر کمیسر کودکان بود که این دفتر صرفاً و علناً فقط روی بحث کودکان متمرکز بود و اینجوری میتونستن به جرایم مربوط به کودکان، چه کودک آزاری باشه چه هر چیز دیگه، سریعتر و با کیفیت بهتری رسیدگی کنن. و در نهایت اومدن آموزش رو در سطح مدارس، در سطح خانواده‌ها، در حالا تلویزیونشون، رادیوشون و در همه جا شروع کردن آموزش دادن که این رفتارها کودک آزاریه، نباید کودک آزاری بکنیم، در صورت مشکلات باید چیکار کنیم، اگر دیدیم یه نفر داره کودک آزاری انجام میده چیکار کنیم و همه این کارها رو بعد از مرگ ویکتوریا انجام دادن. تا الان 3 تا پرونده از جاهای مختلف دنیا رو بررسی کردیم و دیدیم که بعد از اینکه یک کودک آزاری صورت میگیره تو کشورهای مختلف با این قضیه چجوری برخورد میکنن. اما حالا بریم ایران و ببینیم تو کشور عزیز خودمون چه خبره. تو سال 1376 اولین مورد کودک آزاری علنی تو ایران ثبت میشه. یه دختر 9 ساله به اسم آریان گلشنی به خاطر شدت ضرباتی که بهش وارد شده بود متاسفانه از دنیا میره. بعد از جدا شدن پدر و مادر آریان از همدیگه، دادگاه حضانت برادر آریان که اسمش آرمان بوده و 4 سالش بوده رو میده به پدره. اما حضانت آریان رو تا سن 7 سالگی میده به مادرش. اما بعد از اینکه 7 سالش شد حضانت رو از مادر میگیرن و میدن به پدر. پدری که قبلا معتاد بوده، سابقه اعتیاد داشته و مادر بارها و بارها گفته که این آدم منو بچه‌هامو کتک میزده. حالا این پدر خودش ازدواج کرده، اونم با یه خانومی که یه پسر 17 ساله داره. و این پسر در واقع میشه برادر ناتنی آریان و آرمان. روز حادثه برادر ناتنی آریان اونو از پله‌ها هل میده، آریان میفته روی زمین و به خاطر حالا اون زمین خوردگی میرسوننش بیمارستان و متاسفانه فوت میکنه. تا اینجای کار چیز عجیب غریبی نیست دیگه. روی پله‌ها بودن، یه برادر و خواهر با هم دیگه دعواشون میشه، یکی اون یکی رو هل میده، از روی پله‌ها میفته زمین و فوت میکنه. اما پزشک‌ها به محض اینکه آریان فوت میکنه پدر و نامادریش رو دستگیر میکنن. چرا؟ روی بدن آریان جای حداقل 67 تا بریدگی و سوختگی بوده. یکی از دستاش شکسته بود و انقدر نبرده بودنش دکتر که خودش همینجوری جوش خورده بود. انگشتای دستاش انگار که بارها لای در گذاشته باشن و در رو بسته باشن، کبود و شکسته بود. انقدر بدن آریان نحیف بود که پزشکا اول که گفتن 9 سالشه باور نکرده بودن و فکر میکردن که دارن یه بچه 4-5 ساله رو معاینه میکنن. این جمله رو شیرین عبادی وکیل مادر آریان گفت که اگر که آریان به خاطر اون ضربه نمیمرد احتمالاً تو 2-3 ماه آینده بر سر گرسنگی هایی که کشیده بود و به خاطر اون وضعیت بدنش میمرد. اما چیزی که منو در مورد این پرونده به شدت آزرده کرد پدر آریان بود. تو مرحله اول وقتی که دستگیرش میکنن برمیگرده میگه که من که کاری با آریان نداشتم، من دوستش داشتم، من میخواستم بفرستمش مدرسه، خودش نمیرفت
دختر عزیز من بود، عشق من بود، عشق باباییش بوده و آرمان برادرش هلش داده و همه این کارهای ضربایی هم که میبینید کار آرمانه. آرمان چند سالشه؟ مثلا 7 سال 8 سالشه، این حدودا 6 7 سالشه. پزشک قانون میگه امکان نداره یه پسر 6 7 ساله بتونه یه دختر رو به این وضعیت بندازه، زیر بار نمیره. باز شروع میکنن از پدر بازجویی کردن که برادر ناتنیش میگه که آره اینا همه کار من بودن. ما نمیدونیم که واقعا همه اینا کار برادر ناتنی بوده یا نه. من که شخصا خیلی مشکوکم، چون پدر خیلی احساس میکرد پدر خوبیه، ولی من نمیتونم بپذیرم تو پدر خوبی باشی و وضعیت بچه‌تو ببینی و مثلا بگی که نه خب خواهر برادرم چیزیشون نمیشه. که اون بچه غذا نخورده بود، از شدت گرسنگی همه پزشکا فکر میکنن 4 سالشه و تو چجوری میتونی بگی که مثلا نه من پدر خوبی بودم؟ اما چون ما تو ایران زندگی میکنیم، پدر و نامادری آریان به 1 سال حبس محکوم میشن و بعدا ناتنیش هم اعدام میشه به جرم قتل آریان، چون هلش داده بود و اعدام میشه. نکته مهم تو پرونده آریان اتفاقاتیه که بعدش میفته. تا زمانی که این پرونده آریان پیش میاد، کودک آزاری یک جرم عمومی نبوده. یعنی چی؟ یعنی که اگر مثلا من مهسا متوجه میشدم یه آقایی، یه خانومی، یه خانواده‌ای داره بچه‌شو کتک میزنه، من نمیتونستم کاری کنم. اگر مثلا بهزیستی متوجه میشد یک خانم آقایی دارن بچه‌شون رو کتک میزدن، نمیتونست کاری بکنه، چون باید حتما شاکی خصوصی میداره. شاکی خصوصی هم شرایط خاص خودشو داره و اصلا کسی نمیتونه شکایت کنه. اما 5 سال بعد از اتفاقی که برای آریان میفته، این قانون اصلاح میشه و کودک آزاری تبدیل میشه به یک جرم عمومی. یعنی از این سال هر مؤسسه و مرکزی که با کودکان سر و کار داشته باشه میتونه شکایت کنه. یعنی الان من مهسا اگر برم به بهزیستی بگم آقای بهزیستی، خانم بهزیستی، فلان بچه تو فلان جا داره مورد آزار قرار میگیره، بهزیستی میتونه بره اونجا و رسیدگی کنه. حالا اینکه چقدر این کار انجام میده بماند، ولی میتونه، از لحاظ قانونی میتونه. تا قبل از سال 81 اصلا قانونا نمیتونسته کاری بکنه. شیرین عبادی وکیل مادر آریان بوده و میاد میگه مهمترین کاری که میتونید برای آریان انجام بدین تا روحش شاد بشه اصلاح قانون حضانته. اصلاح قانون حضانت، خب گفتم میگه تا اون زمان حضانت پسر بچه تا 2 سالگی مثلا با مادرش بوده، حضانت دختر بچه تا 7 سالگی و بعد از اون میدادن کلا به پدر. اما بعدش یه اصلاحیه‌ای بعد از این داستان‌ها صورت میگیره در چند سال آیندهش که حضانت دختر و پسر رو تا 7 سالگی میدن به مادر و بعد از 7 سالگی با توجه به نظر دادگاه میدن به پدر یا مادر. یعنی اگه مثلا پدر معتاد باشه، مشکل داشته باشه، فلان باشه، اون موقع مادر رو هم میتونن ارجحیت بدن. ولی این بستگی واقعا به قاضی داره. یعنی اینجوری نیست که بگیم که قطعا میدنش به مادر، اما باز یه شانس کوچولی داره. تا قبل از این اون شانس رو کلا نداشت. برای این ویدیو من تقریبا 1 هفته است دارم سرچ میکنم. با وکیل صحبت کردم، با قاضی صحبت کردم، پرونده‌های مختلف رو خوندم، روزنامه‌های مختلف رو خوندم، از ستایش قریشی گرفته تا آریان، تا رومینا اشرفی، تا حتی پرونده‌های آزار زنان، قتل‌های ناموسی، قتل‌های بر اساس غیرت و چون اینجور چیزها. و من حقیقتش از بعد از این داستان آریان ندیدم که یک پرونده قتلی، یک پرونده پر سر و صدایی منجر به تغییر تو قانون بشه. ما باید اینو بپذیریم که ما توی یک دنیای بیماریم. قرار نیست که چون من مثلا کودک آزاری نمی‌کنم، حیوان آزاری نمی‌کنم، به خانم‌ها آسیب نمی‌رسونم، به آقایون پیرمردا آسیب نمی‌رسونم، بقیه هم همینجوری باشن. منتها ما باید یک کاری انجام بدیم که یک، هزینه اون جرمی که انجام میدن رو براشون بیشتر بکنیم و 2، کاری کنیم که این جرم کمتر انجام بشه. قطعا ما نمی‌تونیم هیچ وقت صفرش کنیم. هیچ کدوم از ماها، هیچ دولتی فکر نمی‌کنم کسی توانش رو داشته باشه که بخواد مثلا کودک آزاری رو صفر کنه. ولی حداقل میتونیم اگر قرارش هم سالی 5 مورد انجام بشه، بکنیم سالی 3 مورد، بکنیم سالی 2 مورد. الان قانون حمایت از کودکان تو سال 81 تصویب میشه. تو سال 99 اصلاحیه‌ای میخوره و حالا مثلا آپدیتش میکنن. اما هنوز کامل اجرایی نشده. هنوز اون نگاه سنتی وجود داره که مثلا پدر میگه که من صاحب بچه‌ام، من مالک بچه‌ام و هنوز خیلی‌ها فکر میکنن که پدر و مادرن که صلاح بچه رو میخوان. و اینجاست که باید بهشون بگیم پس رومینا اشرفی چی؟ رومینایی که با دوست پسرش فرار میکنه. من کار ندارم که فرار کردنش با دوست پسرش درست بود یا غلط. من میخوام این قضیه رو بزنمش کنار. اصلا اشتباه ترین کار ممکن رو انجام داد. این دختر با دوست پسرش فرار کرد. پلیس دستگیرشون میکنه.
تو اداره پلیس میگه آقا منو نفرستین پیش پدرم منو میکشه، پدرم به من آسیب میرسونه، ولی کسی گوش نمیده و هیچ خونه امنی، هیچ جای امنی وجود نداشته که این دختر رو بفرستن بره اونجا. میفرستنش پیش پدرش، پدرم سرشو با داس میبره، تموم میشه میره. و نکته دردناک مثلا در رابطه با همین رومینا چیه؟ پدر رومینا قبل از اینکه با داس سر دخترش رو ببره، زنگ زده از وکیل پرسیده من اگر دخترم بکشم چی میشه؟ و وکیلم بهش گفته تو اگر دخترتو بکشی چون ولی دم هستی حداکثر 10 سال میری زندان. حتی توی دادگاه وکیل مادر رومینا ازش میپرسه، میگه مرد حسابی، خب تو که میخواستی از ناموست دفاع کنی، غیرتی شده بودی، چرا نرفتی اون پسره رو بکشی؟ گفته خب اگه اونو میکشتم اعدام میشدم. و این حکم تایید شده ها. این آدم 10 سال زندانی شده، سال 99 رفته زندان، 1410 هم میاد بیرون، یعنی 4-5 سال دیگه سر دخترشو برید، 4-5 سال دیگه هم میاد بیرون. بعدم میاد بیرون میره حضانت اون یکی بچه‌ش هم میگیره، خوش و خورم زندگی میکنه. اینجاست که من میگم قانون ما نقص داره، قانون ما ایراد داره. قانون ایران توی حمایت از کودکان و زنها خیلی ضعیفه. ما لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت رو داریم، یه 10 سالی هم هست که داره میره مجلس برمیگرده، هنوزم تصویب نشده. قانون حمایت از کودکان و اطفال رو داریم ما، منتها قانونش قانون قضایی بیشتر تا حمایتی. یعنی چی؟ یعنی یک کودک بد سرپرست بعد از اینکه حالا شکنجه شد، بهش تجاوز شد، کشتنش، 1000 جور بلا سرش اومد، اون موقع حالا با مجرم چیکار کنیم؟ بابا تو اصلا مجرم بنداز تو اسید، چه فرقی به حال اون کودک داره؟ تو قانونش باید یه جوری حمایت بکنه که از اون کودکی که بد سرپرسته حمایت بکنی، نه اینکه حالا کودک بد سرپرست 1000 جور بلا سرش اومد حالا چیکار کنیم؟ بماند که حالا بد سرپرست هم باشه که تهش میشه رومینا اشرفی دیگه، باباش میکشندش، شما می 10 سال زندانیش میکنید، بعدم آزاد میشه. ما نهادهای مدنی رو لازم داریم که آموزش بدن، به خانواده‌ها آموزش بدن که چه کارهایی باید انجام بدن، چه کارهایی انجام ندن. به کودکان آموزش بدن که آقا اگر که تو مثلا چه می‌دونم یه نفر اومد به فلان جا دست زد، این حرکت جنسیه، تو نباید بذاری چه می‌دونم حتی پدرت، حتی برادرت نواحی خصوصی تو رو لمس بکنه. اینا نیاز به آموزش دادن داره. ما باید به خانم‌ها مثلا آموزش بدیم که آقا حقوق تو چیه، حق تو چیه، اگر این حرکات انجام شد خشونته و تو حالا میتونی چیکار بکنی. منتهای مراتب هیچ کدوم از این کارا صورت نمیگیره، چون جامعه ما اصولا و ذاتاً یک جامعه زن ستیزه. اگر الان میخواید بگید که بله مردها هم مهریه میدن، نفقه میدن، چون جهیزیه میدن، سربازی میرن، بله من قبول دارم که شرایط برای مردها هم خوب نیست، اما به قول همین کارپرورش توییتی که زده، چند درصد از مردها به خاطر موضوعات ناموسی قرار سرشون بریده شه؟ چند درصد از مردها حتی پوشششون رو هم نمیتونن انتخاب کنن؟ چند درصد از مردها تو سن 12-13 سالگی قرار شوهرشون بدن و بچه دار بشن؟ تمام این خشونت هایی که به زنها و دخترها داره وارد میشه به خاطر حال قومیتشون، تعصب، قبیله، نمیدونم به خاطر هر چیز، صرفا به خاطر اینه که یک پدری، یک برادری، یک شوهری خودشو مالک جسم و روح و جون و همه چیز زنش میدونه. یعنی پدر میگه که این دختر منه، اگر پاشو کج بزنه من باید بکشمش تا غیرتم حفظ بشه، تا ناموسم حفظ بشه. برادر همینو میگه، شوهر همینو میگه. و خب تا زمانی که این واژه لعنتی ناموس، این واژه لعنتی غیرت نخواد از فرهنگ ما حذف بشه، شرایط بهتر نخواهد شد. ما نیاز داریم که آموزش ببینن مردممون، به خصوص تو مناطقی که حالا قومیتیه، به خصوص تو مناطقی که تعصبی تر برخورد میشه با اینا، فضاهای بسته تری دارن، باید این جور جاها آموزش داده بشه. این خیلی خوبه که یک پدری، یک برادری، یک همسری زنشو دوست داشته باشه، ولی باید برای اون زن هم هویت قائل بشید. نباید فکر کنید که چه می‌دونم این زن منه، من مالکشم. اون زن تفکر داره، قدرت فکر داره، قدرت انتخاب داره و باید همه اینها هم در نظر گرفته بشه. ما دیگه الان تو سال 2025 زندگی می‌کنیم. عربستان هانس زیمر رو آورده سرود ملیشو دوباره بزنه. مردم دارن میرن تو مریخ زندگی میکنن. ایلان ماسک کره زمین رو گرفته. این همه تحول داره انجام میشه و ما هنوز درگیریم که تو فلان منطقه یه زنی رو به خاطر مثلا ناموس کشتن، یه زنی رو به خاطر غیرت کشتن، فلان کار رو کردن. اینا باید حذف بشه، اینا باید درست بشه. بازم میگم ما قطعا نمیتونیم زن آزاری، کودک آزاری، حیوان آزاری، هیچ کدوم از اینا رو مثلا انتظارشو ندارم به صفر برسونیم. ولی خب میشه کمش کرد. من به عنوان یک زن ایرانی انتظار دارم قوه قضاییه من، قوه مجریه من، چه می‌دونم مجلس شورای اسلامی من به گونه‌ای رفتار کنن، طوری رفتار کنن که جرایمی مثل کودک آزاری، مثل زن آزاری، مثل چه می‌دونم قتل ناموسی، قتل غیرتی یا هر چیز دیگه‌ای به حدی مجازات جرمش بالا بره که نفر بعدی که خواستین جرم مرتکب بشه دست و دلش بلرزه،
بدون اگر این جرم رو انجام بده و لو بره قطعا اتفاق بدی براش خواهد افتاد. نه اینکه بدون به خودش بگه خب 10 سال میرم زندان بعدم برمیگردم دیگه. این درست نیست. این قانون درست نیست. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. ببخشید اگر که زیاده گویی کردم، اگر صحبتی کردم که آزردتون کرده، ولی حقیقت اینه که جامعه ما نیاز به تغییر داره و این تغییر رو من و شما میتونیم انجام بدیم که داریم تو این نسل زندگی میکنیم با تربیت نسل‌های بعدی. نسل‌های گذشته ما که دیگه فکر نمی‌کنم تربیت پذیر باشن و بخوان ذهنیتشون رو عوض کنن، ولی نسل‌های بعدی ما باید توی جامعه بهتری زندگی کنن. نه اینکه نوه من و دختر من، نوه شما و دختر شما بخوان باز هم تو شرایطی زندگی کنن که ما هم اونجا بودیم. این جامعه نیاز به بهبود داره و بهبود از سمت من و شما میاد. بازم ممنونم که با من همراه بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو از طریق کامنت با من به اشتراک بذارید.